درود به شما دوستان عزیز، خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم با یک دوره جدید و این سری جدید در رابطه با شاگردسازی. من ناتان رستمپور هستم و خیلی خوشحالم که این افتخار رو دارم امروز در کنار دوست و برادر عزیز و گرامی خودم یعنی کشیش فریدون عزیز هستم و با همدیگه میخوایم از کلام خداوند بیاموزیم و از کلام او درس بگیریم و در مورد مسائلی صحبت کنیم که واقعا مورد اهمیت زیادی هستن. درود به شما برادر عزیزم و خیلی خوش آمدید. مرسی ناتان عزیزم که دعوت کردید. افتخاره برای من و همینطور خوشحال هستم که از این طریق با عزیزانمون در تماس هستیم و امیدوارم که وقتی که این صحبت ها به آخر رسید عزیزان ما فکر نکنن که ای من وقتم تلف شد. انشالله که اینجور نخواهد. حتما اینطور نیست و واقعا کشیش فریدون عزیز از برادران گل ما هستن که همیشه ما ازشون برکت گرفتیم و در شبکه محبت این عزیز دروس بسیار عالی رو دارن. مطمئنم که دنبال میکنید. برادر فریدون عزیز، قبل از هر چیز واقعا ممنونم شخصا که این خدمت بزرگ دارین انجام میدین، چون میدونیم که چقدر نیاز زیادی هست واقعا در جوامع ایرانی فارسی زبان و زبانهای دیگر. واقعا میدونم که به زبان آذری شما دروس بسیار عالی رو دارین. میخواستم به عنوان حالا شاید مقدمه این درس از شما بپرسم که میتونید در مورد این دوره‌ای که به طور خاص میخوایم با شما شروع بکنیم توضیح بدید که میدونم که دوره‌ای رو شروع کردید به نام 1 به 1 که این دوره اصلا چی هست و میشه توضیح در موردش بدید؟ بله، این اسمش سعی کردیم جوری بذاریم که مشخص بکنه چی هستش. با توجه به وضعیتی که در ایران وجود داره و با توجه به وضعیت سل گروپ ها و گروه های کوچکی که خارج از ایران وجود دارند، من میدونستم که یک روزی نهایت به یه جایی خواهیم رسید که این امکان وجود نخواهد داشت که حتی افراد به شکل کلیسا دور هم جمع بشن. برای همینم نزدیک به 6 سال پیش این فکر تو ذهنم اومد که ما باید یک کریکولم، یک دوره‌ای رو بتونیم به وجود بیاریم که افراد در محیط واقعی، در همون جایی که هستن، حالا سل گروپ یا هاوس گروپ یا تنهایی در یک شهر دور افتاده هستن، در یک محیط واقعی بتونن خودشون رو در کلام و در شخصیت مسیحی تربیت بکنن. بر اساس اون یک مدلی رو الان آماده هستش به وجود آوردیم که اسمشو گذاشتیم دوره شاگردسازی 1 به 1 که به شکل بسیار بگم جوری تنظیمش کردیم که نظیرش وجود نداره و در همه اینها اونچه که در ذهن ما بود، یک نفر در یک جای دور افتاده در داخل ایران با اون زمینه فرهنگی و زمینه حالا مذهبی یا هر چی که بگید در ایران و بر اساس اونها ما سعی کردیم که اینو به وجود بیاریم و طوری هستش که این الان به اصطلاح در وبسایت وجود داره. هم در وبسایت اصلی ما corpo.net گذاشتیم، هم در وبسایت شخصی خودم feridun.com اون رو قرار دادیم و اونجا به این شکل هستش که شامل فعلا 9 تا موضوعه که برای 2 سال میتونه کاور بکنه و موضوع اول، دوم، سوم، چهارم، اینا هر کدوم ما از ابتدا یعنی از نقطه صفر یه فرد شروع کردیم و همینطور مرحله به مرحله میریم جلو و در هر درس، عنوان درس که روش هستش، فرد با یک سری جملاتی که جملات نغز اسمشو گذاشتیم لقمه های کوچک، با اونا آشنا میشه که ممکنه که از کتاب مقدس باشه، ممکنه کتاب مقدس نباشه، جملات معروف باشه و بعد فرد در رابطه با اون موضوع با نظریات غلط آشنا میشه و بعد اینکه کتاب مقدس در این رابطه چی میگه با اون به اصطلاح میره و تمام اون آیات مربوط به اون رو میره جلو. در خلال این به اصطلاح مطالعاتش یک سری سوالات چالش آورم براش وجود خواهد داشت و بعد وقتی که فهمید که نظریات غلط چیه، حالا کتاب مقدس چی میگه در رابطه با اون موضوع، به خصوص از نویسندگان مسیحی و از الهیدانان مسیحی چندین مقاله در اون رابطه وجود داره که اونها رو مطالعه میکنه و بعد حالا اگر به شکل به اصطلاح گروه‌های کوچک هستن، در انتهای هفته‌ای که با هم جمع میشن در یک گروه کوچک جمع میشن و در رابطه با اون صحبت موضوع شروع میکنن با هم دیگه صحبت کردن که حسابی جا بیفته. اگر یک جایی هستش که مطلب آشکار نیست آشکار بشه و بعد اون وقت تصمیمه
حالا که من این رو میدونم، خب میخوام چیکار بکنم در این رابطه که آیا از نظر شخصیتی میخوام تصمیماتی بگیرم، از لحاظ رفتاری یا عمل شاید بکنم. من یادم میاد ما داشتیم این را انجام میدادیم و یه برادری بود که از زمینه ارمنی اومده بود و ایشون در بچگی تعمید گرفته بود و ما موضوع تعمید رو داشتیم صحبت می‌کردیم. در انتها وقتی که صحبت شد، یادم میاد که یکی از بچه‌هایی که در اون گروه بودن برگشت و این برادر گفت خب برادر عزیز من، حالا با توجه به این مطلب شما چه تصمیمی دارید؟ یهو برگشت خب من فکر میکنم که دیگه راه دیگه برای من نیست، من لازم هستش که تعمید بگیرم. یعنی تا به این حد انسان رو میبره تا لبه تصمیم و بعد فردم اتفاقا یه جایی هستش اونجا یادداشت میکنه. درسته، خیلی شخصی هست. بله. خیلی شخصی است. چقدر عالی. من میخواستم واقعا ازتون تشکر کنم چون برادر فریدون عزیز، من خودم شخصا دوره‌های مختلفی رو گذروندم در رابطه حالا شاگردسازی، خادمسازی و تدریس میکردم، ولی یه مشکلی که ما همیشه داشتیم با این درست این بود که فرهنگ ترجمه نشده بود و فرهنگ مطابق نبود با اون مسائل روز اون جامعه و خدا رو شکر برای وجودتون. و دوستان میخوام تشویقتون بکنم که این دوره ها رو هم لینک وبسایت برادر عزیزمون رو ما همینطور که میبینید روی تصویر برای شما میذاریم و همینطور میخوام تشویقتون بکنم و این خبر خوبو بدم که تمامی مطالب عالی به زودی در وبسایت مای کلیسا خواهد اومد و شما میتونید این مطالب رو در اونجا هم که لینک هستن و هم دنبال بکنید و خدا رو شکر برای فریدون عزیز. و حالا میخوام در مورد این مسئله صحبت بکنیم که چه الزامی هست که اصلا این دوره‌های شاگردسازی باشه و چی شد اون ویژن یا اون رویایی که شما داشتین، اصلا چه احتیاجی دیدید که این خدمت رو شروع بکنید برادر؟ خب ببینید الان مخصوصا در این 10 ساله اخیر که ما با رشد مسیحیت ایرانی روبرو هستیم در هر جا، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، متاسفانه همراه این رشد ما یک سری مشکلات و مسائل رو هم داریم. یکی از مسائل عدیده‌ای که در داخل ایران وجود داره این هستش که با این رشد سریعی که در داخل وجود داره، متاسفانه جاهایی که کلام درش به شکل درست تعلیم داده بشه وجود نداره و حتی با این میگن کمبودی که در داخل ایران نسبت به کلام خدا وجود داره که افراد بتونن کلام خدا رو مطالعه بکنن. شما این لحظه تصور بکنید که فرد اومده به مسیح ایمان آورده و تنها منبعی که میتونه خودش رو تغذیه بکنه فرض تلویزیون های مسیحیه و خب خیلی خطرناکه. این خوبه برای اینکه فرد مسیح رو بشناسه، ولی خطرناکه برای اینکه تلویزیون های مختلف افراد میان بر اساس ترجیحاتی که خودشون دارن، حالا فرقه‌ایشو کاری ندارن، موضوع درسشون حرفایی میزنن که ممکنه احتیاج اون فرد اصلا یا احتیاج یا ممکنه با هم تضاد داشته باشه و فرد جایی رو نداشته باشه که بخواد به اصطلاح اونو حل و فصل بکنه. در نظر داشته باشید که ما کلام رو داریم و در عین حال آنچه که بیان میشه تفسیری از اون کلامی که داره بیان میشه. بنابراین مشکل اساسی این خواهد بود که این تفسیری که داره بیان میشه تفسیر درست قضیه است یا نه، و اونجاست که بیننده گیج میشه. ما الان در مسیحیت ایرانیمون متاسفانه با یک سری تعالیم بسیار اشتباه روبرو هستیم که در واقع من فکر میکنم که همون مشکلی که کلیسای اولیه هم داشت، علاوه بر جفایی که از بیرون میومد، از داخل کلیسا هم تعالیم غلط داره به قول معروف ریشه رو میسوزونه. برای همینم فکر کردیم که لازم هستش واقعا افراد ابزاری در دست داشته باشند که بتونن به شکل سیستماتیک بدون اینکه محتاج به جای دیگه باشند در یک متن واقعی، همونطور که شما بهش اشاره کردید، ما در این دوره ها هر درسی برای خودش 2 یا 3 کیس استادی داره. یعنی در طول این تجربیاتی که در شبانی چه در داخل ایران چه در خارج داشتم، سعی کردم موضوعاتی رو مطرح کنم که در طول این خدمت ما عملاً باهاش روبرو بودیم و در کلیساها مردم باهاش روبرو هستند که یک جوری بتونیم یک محیط واقعی رو براش به وجود بیاریم و بعد ازش پرسیده میشه حالا وضعیت اینه، تو
در این وضعیت مثلا فرض کن به این برادر یا به خواهر چی میتونی به عنوان کانسلینگ، به عنوان مشورت بهش بگی و این یه مقدار باعث چالش میشه. خدا من خودم شخصا دوستان عزیز خیلی هیجان زده هستم به خاطر اینکه میگم عزیزان زیادی دروس مختلفی برای دیسایپلشیپ یا شاگردسازی تهیه کردن، ولی همیشه دعای خود من شخصا این بوده که واقعا عزیزانی که خودشون از کشور ایران یا فارسی زبان یا ترک زبان یا آشنا هستند به منطقه در واقع خاورمیانه و اون فرهنگ این درس‌ها رو بیارن و برادر فریدون واقعا خدا رو شکر برای وجودتون و این فرصت عالی که هست که واقعا میتونیم این دروس رو انتقال بدیم. اما اگه الان موافق باشید بریم اصلا در مورد خود بحث شاگردسازی و اهمیت شاگردسازی و اصلا اینکه شاگرد کی هست و مهمترین سوالی که اینجا پیش میاد اینه که اگر من در ایمان مسیحی این رو قبول دارم که نجات من به عنوان یک مسیحی از طریق فیض و ایمان هست، من از طریق فیض خدا نجات پیدا میکنم، از طریق ایمان نجات پیدا میکنم، چه لزومی داره که شاگرد بشم؟ بله این یک صحبت الهیاتی، یه بحث الهیاتی هستش برای اینکه کلاً نجات از طریق فیض خدا که به شکل مرئی مشهود در صلیب عیسی مسیح میبینیم هویدا میشه که مسیح جان خودش رو به عنوان هدیه برای گناهان بشر میذاره، ما صرفاً اون رو دریافت میکنیم و نجات در واقع از وضعیت گناه هستش. یعنی اینکه من در وضعیت گناه اسیرم و منی که اسیرم برای نجات خودم از این وضعیت هیچ کاری از دستم بر نمیاد و چون این وضعیتی که توش هستم وضعیت عمل نیست، بنابراین با اعمال خوب و این حرفا هم نمیتونم. این حکایت من همیشه اینو مطرح میکنم، میگم ما در بازی فوتبال در زمین آفساید قرار داریم. حالا در آفساید شما هر کاری بکنی غلطه، برای اینکه صحبت در اونجا روی کار نیست، حتی گلم بزنی باز غلطه. اول باید خودت در موقعیت درست قرار بگیری. حالا این رو من نمیتونم انجام بدم، خدا از طریق محبتی که داره میبینیم که این محبت به شکل فیض برای من در صلیب مسیح به نمایان میشه، چرا که مسیح تاوان گناه انسان رو میده. من فقط در اینجا فقط گیرنده میدم، اینو میگیرم و خب نجات رو دارم، یعنی از اون وضعیت غلط میام به وضعیت درست. خب بسیاری از مردم میگن آها آقا دیگه پس تموم شد دیگه، پس اگر هر کاری رو خدا میکنه دیگه میزونیم دیگه رفتیم. ولی یه چیز رو فراموش میکنن و اون هم اینه که منی که دریافت کننده فیض هستم، وقتی فیض رو دریافت میکنم، اگر حقیقتاً فیض رو دریافت کرده باشم، این منو از یک وضعیت غلط در میاره، در یک وضعیت درست قرار میده که اون وضعیت درست خودش برای خودش دارای مشخصاتی هست. اینجا هستش که در واقع کالوینیسم و آرمینیوس ها با هم دیگه در واقع چی میگن مطرح میشن. آقا نجات با فیض یا نجات با اعمالت. صحبت سر اینه، اگر واقعا من آن ایمانی رو که منو نجات میده، یعنی حقیقتا باور کردم وضعیتم رو و حقیقتا پذیرفتم آنچه رو که مسیح انجام داده، مسئله اینه که وقتی که از این وضعیت غلط من میام به وضعیت درست، در وضعیت درست به این معنی هستش که روح خدا در من ساکنه. روح خدا در من ساکن میشه، به من حیات و تولد تازه میده. روح خدا در من ساکنه، بین من و خدا رابطی دو طرفه ایجاد میکنه و همین که به اصطلاح چیزایی هستش، عناصری هستش که در فیضی که دریافت کردم وجود داره و این منو در یک حیات تازه‌ای قرار میده که در اون حیات ارزش‌هایی که دارم باش زندگی میکنم عوض میشه. دیگه اون ارزش‌های قبلی نیستش، بلکه حالا هدف تازه‌ای دارم، ارزش‌های تازه‌ای بر زندگیم حاکمه که عملاً این دریافت فیض اگر از طریق اون ایمان نجات بخشی باشه که داریم مطرح میکنیم، منو در جایی قرار میده که حالا میخوام بر اساس آنچه که
خدا پدر آسمانی میگه میخوام بر اساس اون زندگی کنم، زندگیمو جهت بدم، مثل بچه‌ای که تازه از مادر متولد شده حالا میخواد طریق زندگی کردن در این وضعیت جدید رو یاد بگیره. اون یعنی شاگردسازی. دقیقاً. حالا کشیش فریدون عزیز، من یک سوال دارم، شاید برای عزیزان همین سوال پیش بیاد که من به مسیح ایمان آوردم، فیض خدا رو دریافت کردم و ایمان دارم به خداوند عیسی مسیح و عیسی مسیح منجی و خداوند منه و حالا اگر در ایران باشم شاید هر جمعه و اگر در امریکا باشم هر یک شنبه به کلیسا میرم. آیا من صرفاً با همین ایمان و فقط کلیسا رفتن شاگرد مسیح هستم یا تفاوتی هست؟ این رو خود فرد میتونه مطرح بکنه. ببینید زمانی که ما به این شکل هستیم و حقیقتاً عوض شدیم، آن اشتیاقی که در درون ما وجود داره اینه که کلام خدا رو، کلام پدر رو انجام بدیم و روح خدا در ما ساکنه، این کار رو در ما میکنه. حالا ممکنه شما برگردی بگی من لیبل شاگرد رو ندارم، ولی عملاً داری یاد میگیری، عملاً داری چی میگن، ممکنه بگی من شاگرد نیستم ولی عملاً شاگردی، برای اینکه این مسیر شاگردی هستش. بنابراین من فکر نمی کنم یک نفر واقعاً به مسیح ایمان آورده و واقعا زندگیش عوض شده، در این تازگی زندگی میگه آقا نه، من کماکان همینجا دیگه برای من کافیه دیگه، من دیگه اینجوری اصلا غیر قابل تصوره که یک نفر اینطوری فکر بکنه. و اگر یک نفر اینجوری فکر کنه یا بگه آقا من نجاتمو دارم تا همینجا برای من کافیه، انگاری که مثلا من یادم اون موقع دونا بازی میکردیم یه عده میرفتن تمام کارتو پر میکردن، یه عده خطو که برمی‌ریختن میگفتن آقا برای من کافیه. حالا ممکنه اینجوری برای من کافیه. نه، فردی که به این شکل داره فکر میکنه آقا من نمیخوام شاگرد بشم، من نجات هم دارم کافیمه دیگه، من فکر میکنم که حتی اون نجاتی هم که داره باید از سرنو بشینه فکر کنه آیا حقیقتا از طریق ایمان نجات بخش من این نجات رو دارم؟ خیلی راحته. پولس در غلاطیان مطرح میکنه، میگه اعمال جسم آشکاره، اعمال روح هم آشکاره، و وقتی که لیست میکنه که کاملا مشخصه مطرح میکنه آقا اگه میگیم که ما از لحاظ روحانی زنده هستیم، پس روحانی هم زندگی بکنیم. بنابراین اگه بریم و در لیست نگاه بکنیم اعمال جسم آیا بر من حاکمه، اعمال روح آیا بر من حاکمه، و اینها ثمراتش نشون خواهد داد که آیا حقیقتا من در اون وضعیت تازه الان قرار دارم که اسمش از وضعیت نجات، یا در همون وضعیت قبلی هستم و کماکان خودم رو با افکار و اطلاعات مذهبی دارم گول میزنم. مشکلی که ما الان در کلیساهای ایرانی متاسفانه باش روبرو هستیم هم همینه، برای اینکه ما از یک جامعه‌ای میاییم که جامعه بسیار مذهب زده است و همیشه روی اعمال استوار بوده و همیشه هم ما چون بالاخره انسان از نظر عمل کم میاره، کلاه شرعی و تمام این چیزها بوده. حالا ما میاییم به یک جایی که میگن حالا این کلیساست و میاییم به یک مذهبی به اسم مذهب مسیحیت و چقدر خوبه یهو در مذهب مسیحیت همه چیز فیضه. مردم تو ایران نمیدونم شما این تجربه رو دارید یا نه، تو ایران وقتی که مطرح کردن آخه شما مسیحی هستی، بله من خوش به حال عرق راحت میخوری یعنی براشون مذهب مسیحیت در این حد بود. برای همین ما الان کلیساهامون پر هست با افرادی که با این تفکرات میان و چقدر برای ما واجب هستش که افرادی رو که با تفکر غلط به کلیساهای ما اومدن، به مسیحیت و ایمان ما اومدن، نه فقط تفکرات غلط رو برداریم بلکه اون رو جایگزین کنیم با نگرش درست. ولی خب خیلی از مواقع این امکان پذیر نیست. چرا؟ برای اینکه افراد این فرصت رو به ما نمیدن. خب من نمیتونم این رو کتمان بکنم که یکی از دلایلی که این روزها بیش از هر زمان دیگه مردم علاقمند کلیسا هستند به خاطر این کیس های پناهجویی و این حرفا هستش که من هیچ وقت چیز نمی کنم، یعنی نمیگم وای این بده. نه، در زمان مسیح هم هیچ کس نزد مسیح به خاطر خوشگل بودن چشم روش نیامد. هر کسی یه چیزی میخواست. اون موقع مشکل چی میگن کوری چشم بود، مشکل جزام بود، میمدن از طریق اون. حالا
من افراد رو میشناسم که حاضر هستن جفت چششون کور بشه ولی کیس پناهندگیشون قبول بشه، برای اینکه مشکل الان اینه. بنابراین مشکلات رو ما نمیتونیم بگیم این مشکل ولید معتبره، این مشکل نیست، نه. ولی اینو میدونم که خدای ما خداییه که انسانها رو در نقطه احتیاجشون ملاقات میکنه. این نقطه احتیاج هرچی میخواد باشه. ولی این مسئله اینه وقتی که خدا میاد در نقطه احتیاج، حالا بگیم پناهجویی، ملاقات میکنه، انسانها به ما این فرصت رو نمیدن که بتونیم این افکار غلط رو برداریم و جاش افکار درست رو بذاریم. چرا؟ حکایت اون دوناست. آقا میاد بالاخره بعد از یک سری دوره هایی که مسیحیت رو بهشون مطرح میکنه که جواب های درست رو یاد میگیره. ما که تو قلب مردم نیستیم که بدونیم که آیا حقیقتا ایمان آورده یا نه. دائم هم که باهاش زندگی نمی کنیم که مشخص کنیم از طریق اعمال و رفتارش. بنابراین باید به حرفی که میزنه به اعتراف زبانیش اکتفا کنیم و بعد اینجوری هم میاد توبه میکنه و تعمید میگیره. کاغذ تعمیدم که گرفت ما نمیبینیمش. بنابراین یه مدت محدودی وجود داره که اگر اجازه بدن ما میتونیم افراد رو دستشون رو بذاریم در دست مسیح. من همیشه به مردم میگم که ببینید بین 20 30 50 100 20 رو انتخاب نکنید، 100 رو انتخاب کنید که بقیه هم توش هست. الان مشکل پناهجوییه. وقتی که انسان به اصطلاح پناهجوییش قبول میشه، اون موقع مشکل مسکن، مشکل کار، مشکل هزار مطلب دیگه هست. همیشه این احتیاجات هست. دقیقاً. و میخواستم من به همین جا برسم که چقدر اهمیت داره مسئله شاگردسازی و فرمان بزرگ خود عیسی مسیح که در انتهای انجیل متی دوستان میخونید که این فرمان بزرگ مسیح که ما فقط افراد رو دعوت نکنیم که حالا به قول برادرمون بیاین کلیسا فقط نجات پیدا کنن و دیگه همه چی تمام شد. و بودن این دوره مخصوصا در این جلسه مقدماتی ما دوست داریم که به شما عزیزان این مطلب رو بگیم که چقدر اهمیت داره این مسئله شاگردسازی و اینکه ما واقعا در کلیساها دعای ما اینه که معلمین خوبی رو داشته باشیم در هر کلیسا، در هر کلیسای خانگی که واقعا شاگردسازی انجام بدن، روی افراد وقت بذارن و حالا در جلسات آینده خواهیم رسید مشارکتی که دارن، رابطه‌ای که دارن و در هر صورت مرسی. واقعا خواستم روی این مطلب این جلسه به طور مخصوص تمرکز بکنیم که چقدر مهمه که من بدونم فقط ایمان و فیض کافی نیست، من باید شاگرد مسیح بشم. دقیقاً. ببینید وقتی که مسیح در واقع انسان رو نجات میده، انسان رو در وضعیتی قرار میده که او دیگه دنبال روه، او دیگه شاگرده. یعنی شما نمیتونی مسیحیتی رو تصور کنی که یک سری مسیحیان ما عادی داریم که اینا مسیحیان عادی هن، یک سری هم مسیحیان چی میگن خیلی فاندامنتال، یعنی مسیحیان بسیجی اسمشو بذاریم وجود داره. من یادم میاد یکی از بچهای ما رفته بود در یک افراد تازه میمدن به کلیسا، بعد این پیشنهاد کرد موقع می‌خواستن غذا بخورن، پیشنهاد کرده بود که آقا دعا کنیم برای غذا. گفتن ها وایستا. ببینید ما یه در رو داریم که مثل بعدر فریدون اینا که اونا دیگه افرادی هستن، خودشم گفته بود بسیجی های مسیح هستن که اینا خب عده‌ای قلیلن و یه دم داریم ماها مسیحیان عادی. بنابراین بخورید، دعا بکنیم برای غذا. چی میگه؟ مثلا تعدادشون زیاد بود، من دهنم بسته شد، حرفی نتونستم متاسفانه بزنم. و واقعیت اینه در ذهن ما یکی به من برگشت گفت اصلا رسما ناتان جان اصلا نباید جواب نده. برگشت گفت برادر فریدون شما که این همه دارید به ما چیز میکنید، اصرار میکنید که بیایم کلیسا، اگر مسجد میرفتیم الان پاترول میدادن. نتونستم جلوی زبونم بگم، گفتم دقیقاً اگر اینجوری که من دارم شما رو خدمت میکنم در کلیسا، اگر رفته بودم در مسجد خدمت میکردم الان کاندیدای رئیس جمهوری بودم. والا واقعیت اینه مردم چه تصویر یا چه تجربه مذهبی دارن. تجربه مذهبیشون اینه که آقا جان بالاخره یک کتاب مقدس دینیشون بود که همیشه بالای تاقچه بود. کسی یا اونجایی که از زیرش رد میشن تو برای خوندنش باید وضو می داشتی و تازه به زبان دیگه هم بود بلد نبودی، صرفا خوندنش ثواب. خب بعد این تجربه تو بود.
مسجدم که ماه رمضان بود و محرم. خب اونم در چه شکلی به چه وضعی؟ من یادم میاد که بچه‌ها شبای ماه رمضان می اومدن فقط برای بازی تو کوچه و فلان، مناسک و این حرفا نبود. حالا وارد چیز نمیشم اون به اصطلاح ماه محرم یا اون مراسم و مناسک و اینا، ولی در هر حال منظورم که این تجربه مذهبی بود. حالا ما مردم میگیم یک شنبه بیاید کلیسا، وسط هفته سل گروپه، بعد درس تعلیم شاگردسازی هم داریم، بعد باید بریم تو خیابون بشارت هم بدیم. طرف میمونه آقا نه آقا اینا نبود، ما گفتیم مسیحیت دین راحتی، عرق هم که میتونه بکن. اینا مسئله‌ایه که مردم میان و چقدر لازم هستش که ما قضیه رو جا بندازیم که صحبت این نیستش که کتتو در بیاری آقا ما تا دیروز تو این دین بودیم حالا ما مسیحی هستیم. نه، مسئله این نیست. فردی که مسیحیه، من همیشه تعریف اینو دارم، ما حق نداریم خودمون رو بگیم مسیحی اگر با مسیح زنده ملاقات نکردیم. و زمانی که این ملاقات با مسیح به وجود میاد انسان عوض میشه. انسان میاد و دنبال رو میشه، انسان عاشق میشه. میدونید یه همچین مرید میشه. کلید همینجاست. اینه که و دقیقاً کلید همینجاست. به غیر از این مسیحیتی وجود نداره. آمین. آمین. بسیار عالی برادر فریدون عزیز. متاسفانه انقدر بحث میگم شیرین، زمان خیلی زود میگذره. ما تقریبا 1 دقیقه به پایان برنامه در این قسمت داریم، ولی دوستان واقعا دعوتتون میکنم که در این دوره با ما باشید، با من و برادر عزیزم کشیش فریدون عزیز. میخوایم در مورد این مسئله صحبت کنیم که چقدر مهمه، همینطور که ایشون فرمودن که من و شما وقتی که ایمان میاریم به عیسی خداوند و وارد کلیسا میشیم، با کلی تعالیمی که از قبل ما در ذهنمون داشتیم و خیلی هاشون واقعا تعالیمی هستن که خطرناکن و ما باید این ذهن رو تازه کنیم در عیسی مسیح، باید تعالیم درست رو دریافت کنیم و اگر میخوایم تعالیم درست رو دریافت کنیم واقعا باید در پایین پای مسیح بشینیم و شاگردیشو بکنیم. اول عاشق او بشیم و بعد شاگردی او رو بکنیم. برای فریدون عزیز ممنونم ازتون و به فیض خدا در جلسه آینده حتما ادامه خواهیم داد و میدونم که این دوره چقدر مهمه. شخصا ازتون تشکر میکنم و مرسی که با ما هستید. پس دوستان عزیز همینطور میخواستم دعوتتون بکنم که از کارهای قشنگی که برادر عزیزم در وبسایتشون دارن و در یوتیوب چنلشون دارن برای شما اطلاعات رو خواهیم گذاشت. حتما این درست رو واقعا دنبال بکنید و به اشتراک بذارید با دوستان عزیزی که میدونید مخصوصا داخل ایران هستید و دسترسی ندارید به کلیسا و همینطور بدونید که واقعا ما در کنارتون ایستادیم در شبکه محبت و میخوایم با هم خدا رو خدمت کنیم. پس با ما باشید. جلسه آینده در خدمت شما دوستان هستیم. خدا نگهدار.